سلام و وقت بخیر. فائزه هستم. خیلی خوش اومدیم به چنل دلروپا. ما اینجا قراره با هم کلی آموزش های جالب از سبک بوهو و مکرومه بافی داشته باشیم و فضای خیلی قشنگی به خونه زندگیمون بدیم و حال دلمون و حال فضامون رو خوب بکنیم. امروز هم قراره یه دیوارکوب برگ مکرومه درست بکنیم. پس بریم با هم آموزشش رو شروع بکنیم. خب برای شروع وسایلی که لازمه متر، قیچی و نخهای مکرومه در چند رنگ و یک عدد چوب 100 سانتی که دیوارکوب روی اون چوب پیاده میشه. اولین کاری که باید بکنیم یک نخ 160 سانتی برش میدیم و دلا میکنیم و مطابق ویدیو روی چوبمون سر میندازیم. بعد با متر از پایین نخ 25 سانت اندازه گرفته و جای شروع بافتمون رو از همون نقطه روی میز با چسب فیکس میکنیم. برای شروع بافت برگمون نیاز به 10 عدد نخ 30 سانتی داریم که برای بافتمون نخ رو باید دلا کنیم و مطابق ویدیو و دو بافتی که من قبلا براتون زدم بافت برگ هامون رو شروع کنیم. بعد از اتمام بافت هامون کاری که باید انجام بدیم اینه که تاب نخها رو دونه دونه باز کرده و به وسیله یک برس نخها رو شونه زده و مرتب کنیم. بعد از مرتب کردن نخها از یک چسب نواری پهن استفاده کرده و یک طرف برگ رو کاملا چسب میزنیم. این کار برای مدل سازی و برش برگ خیلی میتونه کمکمون بکنه. بعد از تموم شدن کار چسب برگ رو برمیگردونیم و چسب‌های اضافی رو از بغلش میچینیم و مدل برگی که میخوایم رو روش برش میزنیم و تا رسیدن به طرح و مدل دلخواهمون به مرتب سازی، برش زدن و برش کار ادامه میدیم. خب و در آخر بعد از اتمام کار برشمون و رسیدن به برگ دلخواهمون به وسیله یک تافت کار رو فیکس میکنیم. در این صورت اولین برگ دیوارکوبمون آماده است. خب من اینجا یه طرح و مدل دیگه ای از برگ های دیوارکوب رو براتون درست کردم که برای این مدل ما نیاز به یک نخ پایه 100 سانتی و 7 عدد نخ 30 سانتی داریم که دقیقاً مراحل کار مطابق برگ قبلی هستش که اول نخ پایه سر انداخته میشه و برگ به وسیله نخهای 30 سانتی بافته شده و چسب کاری میشه و مرتب سازی میکنیم و در آخر با تافت کار رو فیکس میکنیم.
من برای این دیوار کوب دقیقاً با همین مراحلی که بهتون نشون دادم 10 تا برگ در اندازه و مدل های مختلف بافتم که در آخر ویدیو تمام شده کار دیوار کوب رو هم خدمتتون نشون میدم. شاد و موفق و پیروز باشید. اینم از اولین ویدیوی آموزش ما. امیدوارم که براتون مفید باشه. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردین. اگر دوست داشتین و بابا میلتون بود لطفاً لایک کنین و اگه دوست دارین که آموزش‌های بعدی ما رو ببینین لطفاً سابسکرایب کنین تا ویدیوی بعدی و آموزش‌های بعدی. خدا نگهدارتون باشه.